سامانه پرس تیجی روز 23 مای با استناد به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط 19 تن از ساکنان نویه روشن را که در تظاهرات 15-18 مای سال 2022 در نویه روشن اشتراک داشته با اختیار خود به مقامات احضار شدند نشر کرد. وزارت کارهای داخلی این افراد را اعضای گروه متشکل جنایتی نام میبرد. در بین آنها از جمله امیربک قیابکوف هم است که 52 سال داشته به گفته وزارت کارهای داخلی قبلا رهبر شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نویه روشن و فعلا خلیفه دهه پاسخوف بوده است. اکثر دستگیر شده ها را وزارت کارهای داخلی اعضای گروه جنایتی خولباشف نام میبرد. خولباشف فرمانده قسم نظامی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان روز 8 مای هنگام بازگشت از جماعت واروخ اسفره که آنجا با سفر خدمتی قرار داشت دستگیر گردیده به دوشنبه آورده شد. او و همسر سابقش الفت خانم محمدشایو را مقامات برابری و سرپرستی اعتراضهای اخیر در بدخشان عیبدار میکنند. محمدشایو نیز در دوشنبه بازداشت شده است. یادآور میشویم روز 7 مای چند صد ساکن روشن در مرکز این نویه شهرک ومر اعتراض کرده راههای دوشنبه خاروخ قلمه را از سه بستند. اعتراضگران گفتند هدفشان از بستن این راه استراتژی ممانعت به انتقال نیروهای علاوگی به شهر خاروخ است. مقامات صبح 8 مای با طلب کشادن شورا در نویه روشن عملیات حربی را برو انداختند و خود همان روز از سرکوب اعتراضهای اخیر خبر دادند و گفتند در روشن یک افسر میلیسا و 8 ساکن این نویه کشته شده و 11 ساکن زخمی شده. 114 اشتراکچی فعال ناآرامی ها دستگیر شدند. ساکنان میگویند شماره کشته شده ها و زخمی ها به مراتب بیشتر است. مقامات میگویند جریان عملیات در روشن کسی از اهالی آسایشته آسیب ندیده است، ولی ساکنان ومر میگویند که مقامات بالای اعتراضگران بی‌سلاح تیر کشیدند. روی خط پاره 19 نفر اختیاراً به مقامات حاضر شده چنین است: قیابکوف امیربک الفبیکوویچ، سعیدوف نوردین، فرادبکوف اعظمجان شیرینبکوویچ، شکوروف بدولت شریفوویچ، تایغونوف نعیم حافظویچ، مجنونوف میروبان میروانجوویچ، شیروف مخزن قدرتوویچ، خوجعزیزوف اکمل زویروویچ، ظریفبکوف سامسون غافلبکوویچ، زمیروف نجیب نظیروویچ، ظریفبکوف افلاطون بدخشانویچ، سلامتشویف طاهر بختیبکوویچ، شوروف نظرمولا ذکرشویویچ، شادیخانوف امید معبدخانویچ، شودولتوف ابراز خوجا دولتویچ، دولتبکوف ارزو لشکربکوویچ، خسروف اعظم الیاشویچ، سعدانشویف یادآور افندیویچ، مبارکشویف امروز میرسانویچ.